سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از GTA V. امروز می‌خوایم بریم سراغ اسلحه بسیار خفن که مطمئنم همتون خوشت میاد. این دفعه بدون مده، اسلحه آتیشی که خودم عالی خیلی خوشم اومد ازش. و قبل از این ویدیو رو ببینید حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون. بریم ویدیو رو ببینیم. لیتس گو. خب برای گرفتن این اسلحه بسیار خفن میاد اینجا، همه پلیسا رو به فاک میدین و خلاصه یعنی همه رو میکشید، همه رو حروم میکنید، هر چی پلیس دیدین رو با تفنگ میزنید جرش میدید. و برای گرفتن این اسلحه باید 55% بالا باشید، یعنی 55% ماموریتتون رو به بالا انجام داده باشین. خودتون میدونید چی میگم دیگه. خلاصه میزنید همه رو میتره کنید تا مثلا ترور همه رو کشت. ویدیو رو سری میکنم. خب وقتی که همه زدید ترکوندید، همه رو منفجر کردید، میاد اینجا یه کارت خیلی خفن جذاب میاد اینجا، میگیرنش، گرفتینش میاد پایین. الان میرید طبقه پایین، میبینید که اون کارت رو باید بگیرید تا بتونید تفنگ رو دریافت کنید. همه رو میذارید میکشین دوباره مثل سگ، همه رو میذارید همه رو حروم میکنید دیگه، هرچی پلیس رو به فاک فنا میدین. آره خب الان میریم اینجا مکان، الان نشونتون میدم. میرید اینجا، میرید همه رو بکشید مثل سگ جون بدم بابا، پف این پلیسا. خب ها رو ول کن. میرید اینجا ازش کارتر استفاده میکنید و میرید داخل، در باز میشه. بله بهترین تفنگ نظر من واسهتون نمایان میشه، میتونید ازش استفاده کنید بدون مد. خیلی خفنه، من هیچ جا ندیدم اینو واسهتون گذاشته باشه اسلحه‌شو و من واسهتون گذاشتمش. خیلی خفنه و چند تا تیرم داره، خوبه، از من خیلی خوبه تیرشم. ولی دیگه نمیتونید دوباره بگیرینش، فقط یه دفعه است. یا مثلا مگه اینکه GTA مثلا خاموش روشن کنید PS4 رو یا کامپیوتر رو دوباره بیارینش. آره دیگه نگاه کنید همه رو میذارید میکشید. این هم از تستش. امیدوارم ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب بزنید، با مش بتر کنید و حتما بزنید بتر کنید تا ویدیو بیشتری از GTA بذارم. و خیلی ممنون ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی فعلا پیس اوت.